مؤسسه دولتی دوشنبه نقلیات خدمت رسان از 2 نوامبر حق راهگیرا در شبکه خط‌سیرهای شهر دوشنبه کمش 50% بالا برده شد. اکنون راهگیرا برای یک مسافر به طور غیر نقدی توسط اتوبوس ها 1 سومانی و 80 درم، طریق کارت های یک سفره 2 سومانی و 50 درم، ترالیبوس ها به طور غیر نقدی 1 سومانی و 50 درم و طریق کارت های یک سفره 2 سومانی، میکرواتوبوس ها 2 سومانی و 50 درم و برای انتقال یک مسافر کیلومتر توسط واسطه های نقلیاتی کرایه‌کش تاکسی 3 سومانی را تشکیل می‌دهد. شهرداری دوشنبه قبلا گفت که نرخ نقلیات در موافقه با خدمات ضد انحصاری بالا برده شده است. این تصمیم به موج انتقادها و واکنش‌های منفی ساکنان پایتخت تاجیکستان روبرو شد که میگویند مقامات نرخ را بیش از حد امکانات مردم بالا بردند. ولی دوشنبه نقلیات خدمت رسان مقصد از بلند نمودن تعریف‌های حمل و نقل مسافران در خط‌سیرهای شهر دوشنبه را پره قانع گردانیدن احتیاجات اهالی با خدمت رسانی نقلیاتی، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی به مسافران و در این زمینه معتدل گردانیدن وضع مالیوی کارخانه‌ها و شرکت‌های نقلیاتی. نامیده گفت 10 سال نرخ نقلیات در پایتخت تقریباً بدون تغییر باقی مانده بود. این در حالی است که به گفته کارخانه دوشنبه نقلیات خدمت رسان در این 10 سال نرخ سوزشواری و روغن‌های مولیدنی و قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیات بیش از 2 مرتبه، نرخ قوه برق 300% بالا رفته، نرخ واسطه‌های نقلیات اینچنین انداز و معاش کارمندان ساحه نقلیات به مراتب بالا رفته است. کارخانه و شرکت‌های مسافربری نقلیاتی خراجات خود را رویپوش کردن نمی‌توانند و باعث قرضداری آنها گردیده ایستاده است. گفته می‌شود در اطلاعیه کارخانه دوشنبه نقلیات خدمت رسان افزوده است که مبلغ گذاری از حساب بودجه شهر برای معتدل نگاه داشتن وضع مالیویشان بسنده نبوده، ضرورت تغییر دادن نرخنامه راهگیرا به میان آمده است. اما ساکنان میگویند در وقت بالا بردن نرخ باید وضع اجتماعی مردم نیز به نظر گرفته میشد.